تورینو رهبری مافیا. کشکا یک میان وعده سالم. به مرحله مقدماتی مسابقه مافیا دون. ایوا خوش آمدید. عجب روز سختی دارم. تا چند لحظه دیگه فرآیند توزیع نقش انجام میشه. ماسک ها روی صورت. ببین محسن جان، شما رو شوخی آوردی بالا. میرم من بیرون، قصه‌ام تمام نمیشه. تو رو وصیتت میکنم، مطمئن باش آخر قصه‌ام برای تو خیلی قشنگ نیست. خود مافیا اینو فهمید که تو روز پاشو شروع کردن دیگر رو تارگت کردن. آقای شماره 1 آقای محمد، اینجا آنفیلد عزیزم. محسن رو میکنید معتمد تفنگ کاپو. یا منو 1 رو میاری یا منو 2 رو میاری. محسن فکر کنم شهروندیه که تارگتش اشتباهه. مزه میگه. شهرونده به نظر. خانم شماره 5 2 تا از همون مشکوکایی که کارتمو گوشتم جلوشون شهروند بودن. من نباید گول میخوردم. من نداره، هممون گول خوردیم. من نباید گول میخوردم. یه مرد محترمه خوشپوشه ماشاءالله. آره خدا خوش صدایه. پیداش کنیم تو رو خدا. الان این جذابه. من یه ملک پدری رو گذاشتم برای فروش، خریدارش هم آماده است. فقط دادم کاغذ بازیش تا که طول میکشه. پول که رسید دستم زنگ میزنم. ملکم میکردی استادیوم آزادی بود. چی کار داری میکنی تو؟ خبرهای خوبی تو راهه. منتظر باشیم. خراج این فصل تماشایی است. بادی اسپینر، جسارتی برای جستجو. علت مرگ صدمات ناشی از تصادف نیست. قبل تصادف تو درگیری فرزاد چند تا مشت زده تو سر و مثلا یعنی اعدامش میکنن دیگه؟ نه باشه من هر کاری میکنم این اعدام شه. وکیل گفت جرمش قتل عمده. چیکار کنیم ما؟ فرزاد باید بره. مگه شهروز ارمنستان نیست؟ فرزادم بره پیش اون. این
اینو تو زدی رو در خونه ما؟ من فقط دادم جلو اعلامیه‌شو چاپ کنم، خواستم آمادتون کنم. خواسته رضایت بده. اگه یه روز بخواید رضایت بدید خودم میکشمش. فرزاد تو نشین تو ماشین. چرا؟ تو صندوق بهتره. فرزاد رو نذاری قصه در بره. پیداش میکنم. پیدامون کردم. دنبال یه حرومزاده میگردم. اینوری میره؟ هیچ خبری ندارم. یه صندوق وا کن. با تو هم آقای راننده بیا صندوق وا کن. واقعا این تو دنبال فرزاد میگردی؟ واکن. من گوسفنده؟ نه لاشخوره، بکش دستتو. میخوای داره کاپوت هم بزنم ببینی؟ خوشمزدگی نکن. نمکات هم نگرد و سر خاک رفیقت بریز. خاروندن تو هم باشه به وقتش. میخوای بری خونه باغم شخم بزنی؟ شاید باید درخت قایم شده باشه. ببین به اون لجن بگو فقط وقتی آروم میشم که بکنم ای زیر خاک. یه جوری خرکشش میکنم مثل روزی که از ننهش زایده شده باشه گریه کنم. بهش بگو همه زندگی ما تعطیل کردم پیداش کنم. پیداشم میکنم. همین. چته؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ چجوری نگاه کنم؟ مثل بچه آدم چشات چپه؟ اینجوری نخنده خدا شاهده یه جوری میزنم تا کرج پا برهنه بوده یا حیف اون دستته دستم چه پایی میخوری؟ شاهین ول کن دیگه واسه تو یکی دارم من آقا خدا بینم شاهین برو حرومی بریم بچه بریم آفرین حمید. تو از کی اینقدر باهوش شدی عوضی؟ حمید یه ماشین روشن کن بریم. چیکار داری میکنی؟ قرار شد فرزاد بره تو صندوق میریم علی وقت کسی نبینه. فرزاد نیاد بهتره. یعنی چی؟ احتمالاً جامونو پیدا کردم. کیا دنبالمونه؟ چطور؟ یه سری رفت آمد مشکوک سر کوچه دیدم. کسی شناختی؟ فکر کنم خودشونن. مطمئنی؟ دارم میگم فکر کنم. ولی به ریسکش نمیارزه. کجا؟ برم چک کنم ببینم چه خبره. وایسا ببینم. اگه اونا باشن که تابلوه. خب چی دیدی؟ انگار یه سری دارن ما رو میپان. الان چیکار کنیم نریم؟ بهتره فرزادو نبریم. خودمون بریم یه دوری بزنیم ها؟ آره. اگه اونا باشن که جلومونو میگیرن. اگه نباشن هم دیگه برمیگردیم اینجا فرزادو میبریم. آره فکر خوبیه. من میرم بهشون بگم. کاراتو ببین. کاراتو ببین چیه؟ به من چه ربطی داره؟ نمیفهمه دیگه. همین
میگم دمت گرم واقعا. منم دیدمشون دیگه، ولی علم غیب که نداشتم. اون حامد پلش تو ببین، عد گفت صندوقو بکن. آخه این کارا خودشون برمیاد دیگه. دیدم آدم کردن تو صندوق که ببرن زهر چشم بگیرن ازش. اینا بچگی لاشخور بودن. لاشخور واسه یه دقیقه شونه. من یاد نیست اون محسنو میرفتم بقالی باباش توف میکرد تو در بخیار شو. از وای میستاد مشتریایی که میومدن میخریدن میخندید بهشون. چندشو ببین بس دیگه. میگم برگردیم دیگه تا که میخوایم دور دور کنیم. دیر میشه ها. از مطمئنشم دنبالمون نباشن. یه جناییش نکن دیگه، گردش کن. بریم به اتوبوس آخر برسیم لاغر. یه پمپ بنزین که باید برم. اونجا میفهمیم دنبالمونن یا نه. خبری نیست؟ نه. این چی عمو علی؟ سیگار دستپیچه. بابای خدا بیامرزم از اینا میکشید. منم بعضی وقتا یه پوک بهش میزنم. این چوب سیگارم مال اون خدا بیامرزه. میبینی چجوری زندگیم داغون شد؟ زندگی بالا پایین زیاد داره. اتفاقی که نباید میافتاده افتاده. کاریش هم نمیشه کرد. کاش فقط زندگی خودم بود. مامانم، بابام، خواهرم، نگار، اینا چه گناهی کردن؟ مطمئن باش اونا به تنها چیزی که فکر نمی کنن زندگی خودشونه. الان همه نگران تو هم. منم دارم تو این بدبختی میذارمشون فرار میکنم. عمو علی چرا؟ تو جای من بودی میرفتی؟ بستگی داره هم سن الان تو بودم یا سن الان خودم. بستگی داره که مادر اشکان زنده بود یا رفته بود. بعد فوت سودابه توقع من از زندگی خیلی کم شد. یعنی یه چیزای دیگه برام اصلا مهم نبود. حتی اون خونه برام بدون زنم دیگه برام خونه نشد. بعد رفتن سودابه من فقط یه روز تونستم تو اون خونه دووم بیارم. روز دوم رفتم کاوکس 2 نفریمونو برداشتم. در اتاق و قفل زدم و اومدم اینجا و دیگه برنگشتم محل. گفتم یه خورده که بگذره خب همه چی برام عادی میشه. گذشت. کم که نشد هیچ، بیشترم شد. اون گلدونه رو میبینی؟ گلدون سفالی. اسم اونو گذاشتم سودابه. اونو هیچ وقت به هیچ کس نفروختم. چه قشنگ. اگه برم خودم رو نجات دادم ولی دیگه نگار رو ندارم. اونم بعد یه مدت میاد پیشت. نه نگار باباشو ول نمیکنه. خب تو برمیگردی. تا ابد که اینجوری نمونه. خاک سرد عمو جان. خانواده وحیدم که داغن و داغ دارن حقم دارن. پسرشون مرده. یه کم که بگذره آدم کم کم میره. واسه رضایت گرفتن باشون حرف میزنه. اون رضایت نمیدن. بابای تو مرشد زورخونه یه محل بوده. پیش مردم حرمت داره. آقا ناصرم برخلاف پسراش آدم خوبیه. میشه باش حرف زد.
نمیشه. نمیخواستم وحید بمیره. حتی نمیخواستم بزنمش. مجبورم کرد. خودتو نباز. هرچی بیشتر سخت بگیری سخت‌تر میگذره. با شماره‌گیری ستاره 500 ستاره 500 مربع و نصب اپلیکیشن صراف از همین امروز میتونید سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارزها و طلا رو شروع کنید. چه خبر بود؟ هیچی. فقط اگه تو صندوق بودم این سر کوچه ادام سر رید می‌کردن. اینجا بودن؟ از بچه‌ها می‌پرسم برم دستشویی. نگاه. اینا اینجا بودن؟ بیا بهت میگم. میام. دیرتر میام. امشب کارم طول کشیده یکم. در واسه کسی باز نکنی ها. خواستی بخوابی قشنگ در رو قفل کن، کلیدم از پشت در بردار، من میام گیر نکنم. باش. قربونت برم. خداحافظ. مراقب سرت باش. پیشت باشه اگه به خضیت روی زمین بزن بایستی. سوار شید برم. جان بشین بریم. ببخشید حواسم نبود. یکم آروم‌تر برو. همه پیاده نشید، همه بیا پایین. همین وایس.
زود برگرد و حواست باشه. میرم سر کوچه. بر چی؟ آمار داشته باشیم کی میاد کی میره بهتره. جای خوبی ونستدیم. تابلوه. خواهی باید بیام؟ نه خودم میرم. سلام. سلام. در باز احتمالا همون جای همیشه کیش نشسته بفهمه تو اومدی بال در میاره. الهام شماره که نزدن چون فرزاد راستش رو بگو. نه بابا اصلا چیز خاصی نبود. ریختن اینجا یکم عربده کشیدن شیشه‌ای که می‌بینی رو شکوندن. بعد بابا یه چک زد در گوشش اصلا فکر نکنم جرأت کنه دیگه این برا پیداش شه. دروغ که نمیگی؟ فرزاد مطمئنی اونجا جات راحته؟ دیگه مجبورم دیگه عزیزم چیکار کنم؟ لباس گرم برات بیشتر گذاشتم. ارمنستان سردتر از اینجاست. باشه قربونت بشم. میگم این داداش شاهین بچه خوبیه؟ این خودمونه دیگه. یکم اونختر. مطمئنی نمیخوای مامانو بیدار کنم؟ مگه نمیگی آرام بخش زدین تا بخوابه؟ بذار بخوابه دیگه گناه داره. بعدش هم قبل رفتن من نبینه بهتره. یهو بیدار شه بغلم کنه دیگه نمیتونم خواهم راضی کنم برم. مواظب خودت باش. اصلا نگران هیچی نباشین ها. من یه ذره جا بیفتم ردیف میکنم تو و مامان بابام بیام پیشم. داداش یه دقیقه وایسا. بیا اینم ببر. توی تیو؟ اینجای من پیش تو باشه. خالی میبستی اینو بیشتر من دوست داری؟ معلومه خالی میبستم. خیلی دارم برات تنگ میشه. گریه نکنی ها. گریه کنی نمیرم. نه بابا گریه نمی کنم. ببر. بیا بغلم.
بابا بیا تو. میام حالا بابا. بابا جان الان بیا، کارت دارم، واجبه. بیا. چی شد امین؟ این رو نادر داره میری اینور. نادر کیه؟ نادر آویزون شوهرم محسن. اینجا چی کار میکنه؟ شیری که خودش رو همین ته کوچه است دیگه. داره میره پای بساط. همین روشن کن بریم. نه نمیشه، اگه فرزاد بیاد چی؟ خب چه کار کنیم الان؟ بیاد میبینتمون. بابا این یارو خیلی فضول دهن لقه، واسه هممون دردسر میشه. نادر همیشه یا نشست یا خماره. تو اپره تو خودش اصلا حواسش به دور و برش نیستش. ریسکه. 1% ببینه داستان میشه. همینجا تو ماشین میریم پایین تا بیاد بره دیگه. آره. کار داره میکنه؟ دزدی. ضبط بدبختی رو کار گرفت. اومد بریم پایین. تویی؟ این تو چیکار میکنی؟ چطوری آقا فرزان؟ وای راست میگن زدی وحید و ترکوندی فرق کردی؟ چون این مجسمه من نگاه میکنی؟ دادیش سکته کردی؟ آقا فرزان میشناسی منو؟ همین چند پیادش. همه تو محل میگن در رفتی. از چاخانه تو محل پیچیده فرنگ و بسی پیچیده بازیاره. چطوری آقا نادر؟ سلام. چه خبره اینجا؟ مهمونی گرفتی؟ نه مهمونی نه. فرزاد برو تو. برو.
اینجا وای نستیم واسه هممون بهتره. بریم تو. بریم تو چیکار؟ بریم تو حرف بزنیم. چی بگیم؟ همینجا بگو دیگه. زشته دیگه، بریم تو حرف بزنیم. موضوع چیه؟ میخوام حرف بزنم. آقا تو ده هست. بدیش همینجا بگو. داستان خفته. آقا نادر خفت چیه؟ نادر برو تو. واو بادیکر. داداش به چین اومدم دیگه. میگم به چین اومدم جون خودت. 6 قدمی خودتم. آره یه جلسه دارم اینجا جمعش بکنم اومدم. قربونت گرفتم. خداحافظ. آقا من در خدمتتونم. امرتون. ببین آقا نادر، جریان فرزاد اونجوری که شما شنیدی نیست. و وعید این نکشته؟ و این چند روزش منطقه چال کردن کی کشته؟ شما خیلی وارد جزئیات نشو. میگه چیزی که شنیدی نیست دیگه. بیا سیگار بکش. دم شما گرم. حالا منظور چرا به من میگی؟ من پلیسم، مفتشم، چیم، قاضیم؟ بذار رو پوسکنده حرف بزنیم آقا نادر. شما نباید فرزادو میدیدی. خب حالا دیدم. حالا چی شد؟ نکنه ما میخوام سینه قبرستون. چی میگه این بابا؟ چه چرت و پرت میگی؟ مگه ما آدم کشیم؟ چی میگی داداش؟ ولی خب من به زن و بچه تو کل محل میگم تو کیسه چی داری، از کجا آوردی؟ این چه حرفیه؟ یعنی چی؟ یعنی اون ضبط که اون تو رو کار گرفتی دیگه، دزدیدی ما هم دیدیم. یعنی هم به جفت پسرات میگیم، هم به دخترت، هم به زنت، هم به همه. ببین اصلا میدونی اون ماشینی که مثل قرقی درشو باز کردی واسه کی بود؟ واسه کیو؟ واسه شوهرخاله علی گولاخ بود. حالا از شانس گوه تو طرف خودش رئیس کلانتریه. خب باشه، به من چه؟ اینا به من میگین الان شما. مشکلتون چیه؟ ضبط چیه؟ ماشین کدومه؟ آها گردن نمیگیری نه؟ پس چی اون تو؟ ضبط دیگه، ماشین لباسشویی که نیست. ببینم. داداش دستت بابا، دستت داداش. تو مورد چی میگردی؟ لباس شخصیه. مسواک لباس. شاید مسواک هم باشه. ضبط کدومه؟ عجب آدم. نادر ببین، از بدشانسیت ما اینجا بودیم گافتو گرفتیم. از بدشانسی ما شما هم اینجا بودی ما رو دیدی. اینا رو با هم یر کنیم بره دیگه. چی میگه گافته یر کنیم؟ چی یر بکنیم؟ کل محل دنبال این شاپسرن. الان هم کاری ندارید با ما. خسته نباشی، خداحافظ شما. بپا داداش. خیلی خب برو، منم این فیلمی که ازت موقع دزدی گرفتم میفرستم واسه پسرات و دومادت و علی گولاخ، اون موقع ببینیم حرفمو میفهمیم. داداش یه دقیقه صبر کن. برو زندگی برس دیگه. آقا مشکل شما چی الان با من؟ ما بچه محل نیستیم. خب چی میخوام من؟ تو فرزادو ندیدی، ما رو هم ندیدی. آقا ندیدم دیگه. خیلی خوب، از الان تا 100 سال دیگه این فیلم تو این گوشی بس میمونه که خدایی نکرده یه وقت فکر نکنی دیدی. آقا ندیدم دیگه. شما آقای نمیشناسمش. آفرین. به سلامت. فقط رفتی پای منقل توپ شدی حواس باشه دهنت نپره فرزاد دیدی ها. آقا این نشه شدی همون راجع به برج سازی و نمیدونم ساختمون و تو کارخونه تو اینا حرف بزن. برو. من فرزاد نمیشناسم. آقا فرزاد خوشحال شدیم. خداحافظ. خداحافظ. حمید بپر ماشین بیا. خوش فرزاد.
همتون رو ببین. حالا چیکار کنی؟ به اون داداش بی وجودت بگو از سوراخش بیاد بیرون. الان در خونتون آتیش زدم، دفعه بعد آدمایی تو خونه رو آتیش میزنن. بهش بگو این کارو میکنم. اگه مرد باشه میاد خودشو نشون میده. ببخشید اینجوری شد. مواظب خودت باش. خجالت میکشم اصلا. دارم شما رو میذارم اینجوری میرم به فکر خودمم. تو چه حرفی میزنی؟ دلم برات خیلی تنگ میشه. منم زود میام پیشت. برو از بچه خدافظی کن دیگه. ما رفتیم. عزیزم دوباره زودی دور هم جمع میشه. یادت نره قبل از اینکه از مرز رد بشی گوشی تو روشن نکن. باشه. شاهین زود بغلو بده تا تو جمع نزدم زیر گریه. داداش همین معرفت عشق داداش. قصه نخوری یا کی میشه دوباره با هم بخونیم؟ دفعه بعد اون طرف همون تا هم.
خسته نباشی. سلام داداش، شورالما سنده رو میاسن. ترکی بلد نیستم. فارسی بگو. میخوام برم مرز. کدوم مرز؟ ارمنستان. میری بیرون ترمینال، ماشین شخصی وایستاده داد میزنه مرز. 150 نفری میگیرن میبرن تا مرز. میرن مرز نوردوس. از اون طرف. بیشتر ندیا، کرایش 150 تومنه. باشه، دمت گرم. برو به سلامت. الو. بله خودم. شما؟ الو عشقم. نه خواب بیدار بودم. چی شده؟ کی زنگ زدم؟ سلام. سلام. یه چایی به من میدی؟ یه عوارض خروج رو کجا باید بدن؟ انتهای سالن 2 تا باجه گذاشتم معلومه. ولی فعلا مرز بسته است. واسه چی؟ مرز دیگه یه موقعی میبندم. تا کی بسته است؟ گفتن تا ظهر باز میشه. حساب کتاب نداری که. سرکار خسته نباشی، ببخشید. ما یه ساعتی اونجا وایستادیم خبری نشد. صبر کن مثل بقیه صدات بکنم. چی شد؟ هیچی، میگه وایسیم تو صدا میکنم. بچه فقط حواستون باشه سوتی. ما آخرین بار فرزادا همون روز تصادف دیدیم. ما هیچ خبری هم ازش نداریم. میگم نفهمیده باشم. نه فقط حرفمون یکی باشه دیگه. هانیه چته؟ چرا انقدر ترسیدی؟ ببخشید من اندازه تو شجاع نیستم. آقایون خانم‌ها بفرمایید داخل صف. داداش مرز باز شده. اگه میخواد به جمعران صفا شروع میشه. رفیقت کجاست؟ نمیدونم. واسه چی نمیدونی؟ خب ندیدمش دیگه. نمیدونم کجاست. آخرین بار کی دیدیش؟ همون روز تصادف. تصادف که نه، الان اسمش قتله. والا هرچی، من همون روز دیدمش. همتون با هم هماهنگ کردین همینو بگین نه؟ نه. شما که خیلی رابطه نزدیکی باهاش داشتی، چطور خبری ازش نداری؟ واسه خودم سواله که چرا این همه مدت سراغی از من نگرفته. حتی یه تماس؟ بله. دروغ که نمیگی؟ نه. چرا؟ اتفاقا داری دروغ میگی؟ آخه چرا باید دروغ بگم؟ چراش که مشخصه. میشه کم آب بخورم؟ الان فکر میکنی داری به نفع رفیقت کار میکنی؟ من کاری نمیکنم. فقط چیزی که میدونم و میگم. جرم فرزاد الان میشه 2 تا. یکی قتل، یکی فرار. میدونم. میدونی و هیچی نمیگی؟ چی بگم؟ واقعا نمیدونم کجاست. کارشو سخت‌تر میکنی. کاش میدونستم کجاست بهتون میگفتم که کارش راحت‌تر. میدونی اگه چیزی بدونی و نگی خودت مجرمی؟ بله. من که اونو بالاخره پیداش میکنم، فقط خدا کنه راست گفته باشی. راستشو گفتم. نوبت شانس. شما برو. رفیق من گوشیم خاموش شده. یه زنگ واجب باید بزنم.
برو باید دمت گرم. قابل نداره. چقدر شد؟ 25. شما یه سیگار بگیرم میام. حمید یه آب میوه شیرینم واسه من بگیر فشارم باش. اروپایی رفتار میکنه واسه ما. اروپایی چیه دیگه؟ قند خونت نیفته یه وقت. الان من یه دونه آب میوه میخوام بخورم فشارم بیاد بالا شد اروپایی؟ یه جوری میگی آب میوه بگی هکی ندونه فکر کنی لای پر قو بزرگ شدی. شاهین الان اصلا به من گیر نده. حمید آب میوه گلوکوز بالا بگی براش. فشارش نیفته یه وقت. اشکان بله میگم دیگه پلیس سراغ ما نمیاد نه؟ نمیدونم فکر نمی‌کنم دیگه وقتشون رو ما تلف کنم. یعنی حرفمون رو باور کردن؟ باور که نه ولی نهایتش اینه یه به پا برام میذارن که یه آتویی از همون بگیرن ما هم که چیزی نداریم. الو سلام ماما. گریه نکن قربونت برم. من خوبم به خدا. دلم نیامد بیدارت کنم انقدر قشنگ خوابیده بودی. آره الهام بهم گفتش که بهت آرام بخش زده بوده. ببین دارم یه چند دقیقه دیگه هم مرز رد میشم دیگه. من تا رسیدم پیش شهروز بهت زنگ میزنم. مرسی سلام. کلاهتون رو بی زحمت برداریم. چی؟ کلاهتون رو برداریم. خدمت شما. بفرمایید. خسته نباشید. سلام علیکم. تشکر. بفرمایید.